سلام علیکم. فرمودن امرون بین الامرین، نه جبر است و نه تفویض و نه ترکیب آن دو، پس چیست؟ اختیار است. اختیار. نه فرموده که نه جبر است و نه اختیار، فرموده نه جبر و نه تفویض. خب پس چیه اختیاره؟ جبر یعنی این که خداوند تبارک و تعالی ما را مجبور کنه به کاری، مانند مثلا آتش که بدون اختیار میسوزونه و جبران میسوزونه. تفویض یعنی این که خدای تبارک و تعالی به ما که اختیار داده کلا رهامون کرده باشه، گفته باشه من یه عقل بهت دادم، یه قرآن یا فرستادم، یا نه برو خودت دنبال کار خودت، رها کنه، بگی از عقل و از نمیدونم فهم خود استفاده کن. در حالی که اینجوری نیست. خدا تبارک و تعالی عقل و اختیار که ما داده، باز قرآن رو هم فرستاده، پیغمبر هم فرستاده، الهامات هم آن به آن به دلها وارد میشه که کار خوب رو انجام بده، کار بد رو ترک کن، کار بد رو ترک کن. بعد مانند مثلا شما بچه‌ای که به مدرسه میفرستید، از پشت پرده مواظب هستید که رفیق بد نداشته باشه، جایزه میخرید به معلم میدید بهش بده و هزار راه دیگه کمکش میکنید که این چیه به راه باطل نره. خدای تبارک و تعالی هم اینجوری ما رو با قدرت و اختیار خودمون مطلق رها نکرده. در عین حال که ما را مختار آفریده، باز کلی هدایت ها و الطافی داره، مثل این مثال ضعیفی که من زدم، حالا خیلی قوی ترش را خدای تبارک و تعالی مثلا زمینه هایی فراهم میکنه، یه رفیقی ناخودآگاه برای شما میفرسته که شما رو دعوت به خیر بکنه، و البته این رو نسبت به مؤمن و کافر هم انجام میده. حتی کافرها را هم از این الطاف خدا براشون داره، ولی اونا زیر پا میذارن. بنابراین اختیار است، به علاوه این که خدا تبارک و تعالی باز هم الطافی داره برای جذب به راه راست و صلاح و سعادت و دور شدن از شقاوت.